همداران عزیز سلام علیکم. امروز 16 ایونی سال 2025 باشد. قرار دارم در حوالی خودم با شما دو نمود میوه دست پرور خودم که گنفونی تاجیکستانی سال می‌رود. هرچند یکی زردوله‌اش ارمنی باشد اما در تاجیکستان علاقه این سالهای دراز شد تاجیکی شد. نامش شلخ میباشد. سه باشد پختسیوی تاجیکی خودمون. دو میوه‌ای که در تورش می‌ایستد و شهد و شکر می‌گردد. در یک نوار خودم من همین زردوله شلاخی ارمنی رو چینده گفتم با مانند زردوله های کنی بادام و اسفر شیرین نیست و اون وقت اونقدر پختگی نبود. حاضر من سخنهایم رو برگشته میگیرم از این زردولو و میگویم که این زردولو پخته رسیده است، ملایمک شده است، شکر گشته است، عسل گشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بینید، لیکن این خشک نمی شود، از اونش جدا می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. از تمامی زردالو های بازار این شیرین حاضر، چون که پخته رسید. آن میوه‌ای که پخته در تاج درخت میرسد دانست که همون وقت عسل میگردد، چون که شکرش رو به قدری در کاری میگیرد. این زردالو رو خدا خواهد من در سالهای آینده بعد زیاد میکنم. بعد یک دو سال پس بعد خریدارهای نهال میتونن از من بملال خریداری کنن. زردالوی درجه اولی برای خوردن. برای بزرگ اگر این رو گیریم، این رو بزرگ بردن ایشوان، اگر این رو خامتر چیندن در کار که بیمزه است، لیکن پخته ملایمش رو بزرگ برید تو بگاه این یعنی این تو بگاه علاکه من علاکه تنهاش زرد خورده می شود. یعنی که این برای خوردن، برای بزرگ اونقدر خامش رو میبرید میبرن. من خیلی خوشروی خریده میبرم. بینید این خام نیو باز یک 3-4 روز دیگر اینش هست، 2-3 روز دیگر که شهد و شکر گردن. در عموم بهترین یک از بهترین زردالوها که شما با راحت با یک کیفیت بلندی استعمال میکنید. خدا خواهد 2-3 سال پس این میوانش از من میبرد. من این سال دونه که زردالو زمین را پرتویم، سال آینده پیوند میکنیم. دوم میوه این پختسیوی تاجیکی خودمون است. این گنفونی خودمون، این کهنه از پدرامون موندگی بود. من از قشلاق آوردم در تاک پیوندی همه از زمین برآوردگی خودم پیوند کردگی بودم. منم خیلی میبندد. این خوشوگی رو ببینید، زیبایی رو ببینید. در بازار همین وقت خدا میدادد این خیلی سیب رو با نرخ ارزان دریافت کردم و این بنیاد با مزه هم هست. من تک پیوندی M106 و M106 و M9 آوردگی هستم که در دویم سوم سال میبندن، قدشون بلند نمیشوند، میوهش رو خوشو میکند. در همون این سال خدا خواهد من پیوند میکنم یک 50-100 دانه، چون که این سیب هم طلبگار خودش رو دارد. همین رو بینید چقدر بزید ها. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین با مزه خیلی راحت میکنید. ده از این سیب کدام تون بکر هر یک تون در خونه تو من درختش رو نشون ندادم، شب شده ایستاده است. از بالای درخت رو چیندیم. ببینید همداران عزیز، مهنت کنید در خونه هایتان، خیلی راحت میکنید. فرزندانتون میبیند، پدر مادراتون میچشن میبینند، در حق شما دعا میگویند. هر یکی ما باید که از خانه در خودمون سر کرده آباد کنیم. از خانه و در خود سر کرده آباد کنیم، وطن آباد میشود. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.